ماده هیدروکربنی می باشد که از تقطیر نفت خام در برج خلا پالایشگاه تولید می شود که طعماند اونم واکیوم باتوم نامیده میشه. غیر دمیدمون واکیوم باتومه که برای تهیه آسفالت زیاد مناسب نیست که این واکیوم باتوم با هوادهی میشه اونا تصفیه کرد و مواد ناخالص اون را جدا سازی کرد. میزان هوادهیش که بیشتر باشه قیر شلتر میشه. مثلا اگر 60-70 میزان هوادهیش بیشتره، شلتر از قیر مثلا 40-50 می باشه.